پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امامعلی روز 31 اکتبر سال 2023 در پایتخت در مراسم افتتاح کارخانه بزرگ صنعتی با بیش از 4000 جای کار اشتراک کردند. در حضور پرزیدنت از جمله کارخانه روغنبراری فیض برکت، کارخانه نساجی ارویس، کارخانه قالین‌های دوشنبه، کارخانه مکرونبراری شهر زیبای من، کارخانه استقلال تجهیزات برقی امداد، فابریک قنادی امیری و کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه مورد بهره برداری قرار داده شدند. کارخانه گلستان که در مرکز پایتخت جایگیر شده است، در گذشته 85% سهمیه‌هایش به میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش و 5% باقی مانده‌اش به نزدیکان صاحبکار معروف و وزیر سابق صنعت تاجیکستان زید سعیدوف تعلق داشت. زید سعیدوف سال 2013 در پی اعلان عزمش برای بنیاد حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر و با جرم‌هایی که به عقیده نزدیکان و طرفدارانش بافته بود به 26 سال زندان محکوم شد. در پی زندانی شدن زید سعیدوف، کارخانه و شرکت‌های مربوط به این صاحبکار از جانب دولت مصادره گردید. در قطار مال و ملک زید سعیدوف مقامات کارخانه مربوط به دوست و شرکت تجارتی او دمیتری فریشته را هم دولتی کردند. از جمله سال 2014 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه کارخانه دوزندگی گلستان نیز دوباره دولتی کرده شد. در سالهای گذشته چندین بار اعلان‌ها درباره به فروش گذاشتن کارخانه گلستان نشر شده بود، ولی دست کم تا سال 2019 مقامات برای این کارخانه خریداری نیافته بودند. سال 2019 هنگام دیگر باره به مزایده گذاشتنش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه گلستان دوشنبه را 24 میلیون و 220 هزار سامانی یا 2.5 میلیون دلار با قرب همون سال نقد کرده بودند. در گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت درباره مالک کنونی این کارخانه معلومات مشخصی داده نشده است، ولی گفته می شود کارخانه به گلستان دوشنبه تبدیل نام کرده در آن با تشبث شهرداری دوشنبه تکنولوژی معاصر نصب کرده شد.